بر بینندگان گرام، در خدمت شما هستم امشب در خبرم. چقدر تونده این آهنگ. بله. نخست اخبار داخلی. خبر اول امتحان سال اول خبرگان که انواع دایناسورها و ماموت‌های زمانه، انواع چرندگان و درندگان در آن شرکت کردند. و اما سوالات امتحان. سوال اول، وارد شدن به خبرگان با پای چپ یا با پای راست چجوریه؟ سوال دوم، این دعاها رو بگین چیه؟ دعای طهارت خروج از مجلس. شما بگو. دریغا و دریغا و دریغا و دریغا فی الاغلب. چرت و پرت نگو. دعای طول عمر واسه حاج آقا جنتی که الذین یترشون الریش و یستفیدون من الادکلون الچارلی و من الجل و یشاهدون الماهواره هم عدونا و عدوکم و عدوکن و عدوهن متوسط بهن. سوالای PhD فیزیک هم اینقدر پیچیده نیست. بعد از قطع رابطه عربستان و بقیه، آخونده رفتن زیر اخیه، دیدن اوضاع داره میشه بدتر و سفارت پایین میکشن کرکره رو. خلاصه بدجوری ترسیدن و موس کردن، اصولگراش و فوفولگراش یه جورای آنفاکتوس کردن. مکارم شیراز استاد مکر و فریب و دودوزه گفت آقا حمله به سفارت کار عوامل نفوذه. شمخانی گفت آقا مشکوکه. برگردین، کجا رفتین؟ بابا مسیجی آخه مغزش پوکه. تو سازمان ملل نماینده شون گفت به جون شما یک فقره غلط کردیم ما. میدونم آخه بد کردیم ما، دیگه این رسمش نیست آخه. یک رسم لاریجانی یعنی یکی از سپاه پا شده و رفته مرکز سپاه، جستی گرفته پیش پلوشفته ها روحیه بده به وارفته ها. گفته موشکاتون خیلی قشنگه، مست و ملنگه، از همه رنگه. تازه همه بدونن ما چه صلح طلبیم، خودمون هم از خودمون در عجبیم. آقای لاریجانی تصریح کرد پیشرفت‌هایی که همکنون در سپاه در زمینه‌های مختلف روی داده، این مهمترین عامل بازدارندگی است که باعث ایجاد امنیت و صلح در کشور و منطقه می‌شود. و حالا یک خبر خارجی، خبرش خبر حاجی کوبلره که مثل فرفره یه روز تو کنگو یه روز تو لیبی مشغول معامله و هرهر و کرکره. بعد تخته شدن دکونش تو عراق به دست بچهای بامرام اشرفی، حالا نوبت برو بچه لیبی شد. حفظشو گرفتن و دکش میشی شد. فکر کنم لیبی رم کرده بود تو فوتوشاپ. بعدی چاپاقشو کردم بعد جوری شد. بهش گفتم فکر کردی زرنگی، بیرونش کردم با یه اردنگی. To help the press conference, you have to get permission from the foreign department because we are responsible. By law, all the people who are here, I must cancel their accreditation because this is the law states. برو پیکاره. بله، باز رسیدیم به پایان اخبار. پای خبر دیگه، خدا نگهدار.